هیچ وقت فکرشم نمی کردم یه روزی کارمون به اینجا بکشه. هر لحظه که بهش فکر میکنم همه چیز عجیب تر از اونی به نظر میاد که بشه باورش کرد. سرنوشت بزرگترین طنزنویس تاریخه. اگه یه سال پیش کسی پیدا میشد و به هم میگفت روزی پام کشیده میشه به یه معامله مواد مخدر، حتما از خنده روده بر میشدم. ولی حالا این اتفاق افتاده، اونم با یکی از بزرگترین قاچاقچیای مواد مخدر به اسم مرداویچ. سلام آقا مرداویچ، خوبی شما؟ خسته نباشید. سلام. سلام. پس نابغه‌هایی که میگفتی اینا هستن؟ بله، بچه‌هایی که از بهترین من هر مخدری تو دنیا وجود داشته امتحان کردم. تریاک، هروئین، شیشه، حشیش، هر آشغالی که تا حالا اسمشو شنیدید و نشنیدید. ولی این چیزی که شما ساختین با هر چیزی که من مصرف کردم فرق داره. همچین حسی رو تا حالا با هیچی تجربه نکردم. میخوام بعد از این معامله با خودم کار کنید. پول خوبی از تولید بهتون میدم. ولی ما برنامه‌مون این نیست، ما فقط ببین میخوایم. بچه جون، یکم ازت تعریف کردم هوا وارد نداره. برام خیلی هم مهم نیست. یهو دیدی قید همه چی رو میزنم، میدم 3 تا قبر بکنن، با هر گوهی که تا حالا تولید کردید چالتون کنن. خب مطمئنم که همچین اتفاقی نمیفته. شما بچه‌های خوبی هستید. منم خیلی دوست دارم بدونم این معجزه قرن چطور کار میکنه. اسمش چی بود؟ مینوتو. مینوتو چیه؟ چطوری ساخته شده؟ مینوتو مدل عملکردش اینطوریه که با تنظیم میزان سروتونین و دوپامین توی مغز و دسترسی به بخش خاصی از گیرنده‌های HD5 در قشای سلولی سلول‌های عصبی به عنوان یک کانال یونی دریچه لیگاندی درونزاد موجب نهایت تأثیر میزان سروتونین و دوپامین میشه که باعث میشه که بیشتر حال کنید. یه لحظه اجازه میدین؟ ببینید آقای مرداویچ، من و آرمان اصالتا اهل یه روستایی هستیم که یه رازی بین مردمش صدها سال وجود داشته. اونم استفاده از یه گیاه به اسم مینوتومه که مردم برای هر کاری از اون استفاده میکردن. مثلا سردارا برای شجاعت بخشیدن به سربازاشون، شمنها برای ارتباط با ارواح و جهان معنوی خودشون، طبیبا برای شفای بیماراشون، خلاصه هر چی که فکرشو کنید. بعد از گسترش ادیان استفاده از این گیاه هم کفرآمیز اعلام شد و ریشه اونو خشکوندن. اونجوری که میگن تنها یکی از خادمای گیاه تونست جون سالم به در ببره که اونم از شهر فرار کرد و خودشو به روستای ما رسوند و این گیاه اونجا پرورش داد. الان حدود 100 ساله که مردم ما از اون استفاده میکنند و وجود این گیاه مثل یه راز بین خودشون نگه داشتن. ما از بچگی دوست داشتیم بدونیم این گیاه چطور کار میکنه که انقدر خواص عجیبی داره و به خاطر همینم رفتیم رشته شیمی و زیست شناسی خوندیم تا راز این گیاهو کشف کنیم. چه داستان عجیبیه. باور کردنش سخته. ولی برای کی مهمه؟ مهم اینه که الان همچین جادویی از دستشون بر اومده. منم خیلی مشتاقم یه بار دیگه قبل تحویل تستش کنم. خب کجاست این خدای باستانیتون تا یه عبادتی ازش به جا بیاریم؟ آقا مرداویچ، اگه ممکنه ما اول ببخشید پول رو ببینیم، بعد من جنسا رو به شما نشون میدم.
بفرمایید آقا مرداویچ، بفرمایید هنر دست دو جوون رو به شما نشون بدم. عالی، درجه 1 آقا مرداویچ. بفرمایید آقا مرداویچ، خیلی مخلصیم. بله، این همین جنسایی هست که میخواستم بهتون نشون بدم. این بهترین جنس. بله هست دیگه آقا مرداویچ، همش یکیه دیگه. خب یه پرستشگاه نشونم بده تا بشینم یه چرخی در عرصه عرفان بزنم. بفرمایید شما راهنمایی کنم سمت عبادتگاه. بفرمایید. آرمان چت شده؟ خوبی؟ چیزی نیست. اسپری کجا گذاشتی؟ چطور بچه جون؟ مرض پرزی چیزی نداشته باشی همینطوری اطرفشانی میکنی این ور اون ور. من تا 50 سال دیگه مردن تو برنامه‌م نیستا. چی میگی؟ یه دقیقه صبر کن داداش، ببین این حالت نشگیش همینه. خب الان آقا مرداویچ ببین نبض داره، ببین. حالا برو عقب، برو آخیش. آرمان خوبی؟ چرا اینجوری شدی؟ بابا رویا به خدا دست خودم نیست، دارم سکته میکنم. خودتو کنترل کن، اینجوری اصلا منم به هم میریزی. میترسم اتفاقی پیش بیاد الان همه چی خوب پیش نره. چرا خوب پیش نره؟ ببین من بهت قول میدم همه چیز درست میشه. من اصلا حس خوبی ندارم. اگه اون چیزایی که راجع مین و تو میگفتن درست باشه چی؟ اگه قرار باشه بلای سرمون بیاد چی؟ اگه قرار باشه بس تو همه اگه اینقدر انرژی منفی نده. مگه نمیگم مین و تو هر کسی رو که باعث بدنامیش بشه رو نفرین کرده؟ آرمان بس کن تو رو خدا. نباید یه فرقی بین تو و پیرزنای ده باشه. اینا رو قدیمی از خودشون در آوردن تا راز گیاه پخش نشه. ببین من بهت میگم قراره چه اتفاقی بیفته. تو هم تجسمش کن تا واسمون اتفاق بیفته. باشه؟ مرداویچ خوشحال و خندون با تولیدات ما از اینجا میره بیرون. ما امساک پولا رو برمی‌داریم، چمدونامون رو میبندیم و میریم ترکیه. یه ضرب سفارت کانادا. پذیرش دانشگاه و مدارکمون رو میدیم، اونا هم با افتخار ویزامون رو میدن و پرواز میکنیم کانادا. اونجا یه خونه شیک اجاره میکنیم، یه آزمایشگاه توش راه میندازیم و بیشتر روی محصولمون و خواص داروییش کار میکنیم. درسمون که تموم شد، محصولمون رو به عنوان یه داروی ضد افسردگی ثبت میکنیم و با یه شرکت داروسازی قرارداد میبندیم و شروع به تولید انبوهش میکنیم. بعد کارخونه رو میخریم و چند تا دیگه کارخونه میسازیم توی کل دنیا. بعد انقدر معروف میشیم که توی همه نایت‌شوهای معروف دعوتمون میکنن. بعد که انقدر معروف‌تر شدیم توی همه مراسم‌های خفن مثل گرمی، بفتا، گلدن گلوب، اسکار به عنوان مهمونای ویژه دعوتمون میکنن. اصلا یه روز تهیه کننده فیلم میشیم و جایزه اسکار رو برای بهترین فیلم میبریم. الان پا میشه. آقا مرداویچ یا خدا. وقتی به تهران اومدیم هیچ کس رو نمیشناختیم. فقط میدونستیم احتیاج به پول زیادی داریم. ما از دانشگاه تورنتو کانادا پذیرش داشتیم، ولی بعد از بی‌ارزش شدن پول و بالا رفتن قیمت دلار، با پس اندازی که داشتیم پولمون حتی به خریدن بلیط هواپیما هم نمیرسید. این داستان از جایی شروع شد که تصمیم گرفتیم برای به دست آوردن پول به تهران بیاییم. جایی که شنیده بودیم حتی از توی سطل زباله‌اش هم میشه پول در آورد. ما نمیتونستیم وقت رو تلف کنیم. بلافاصله به دنبال کسی گشتیم که بتونیم محصولمون رو بهش بفروشیم. برای همین شروع کردیم به گشتن کلیشه‌ای ترین جاهایی که به ذهنمون میرسید. خسته شدم، من دیگه نمیتونم بیام. بابا منم خسته شدم، چی کار کنم؟ خب نیست دیگه. چی میشد یا از آسمون یه مواد فروش میافتاد جلو پامون؟ آقا شما فروشنده موادی؟
به تو چه؟ اتفاقا ما هم دنبال این مواد فروش میگشتیم. سینا خالصی به خدا زندت نمیذارم. خفه شو با تو موت بکش بالا تو. من بکشم بالا الان حالیت این میکنم. کارت ویزیت منه خب بعدم تماس بگید حتما جواب میدم. خدافظ. سینا خالصی به خدا دهنتو صاف میکنم. این آشغالاتو میکنم تو. چقدر بیادبه. یه گونی پول. فردای اون روز با شماره‌ای که بهمون داده بود تماس گرفتیم. توی یه کافی شاپ با همون قرار گذاشت. آقا دست در نکنه. ببین من وقت اضافه ندارم و طلبه چی هستی سری بگید بریم. در ضمن حساب میزم پای شما هست گفته باشم. وایسا ببینم. دانشجو چیزی هستی آره؟ بله. من مثل شما مشتری زیاد دارم ها. شیشه گل ریتالین راست کار خودتونه. خواب بی خواب تمرکز عالی حافظه به ترکون تا شکم نه تا یادتون میاد. چی بدم؟ چقدر؟ آقای اسیب راستش ما نیومدیم چیزی بخریم. قشنگ شد. پس چی؟ همونجوری که خودتون گفتین ما دانشجوییم. الانم روی فرمول جدید کار کردیم که فکر میکنیم فروش خیلی خوبی داشته باشه. ببینم رو پیشونی من نوشته اسکول ایسکا میگیرین آره؟ نه. نه به خدا ما فکر همه جاشو کردیم. قول میدیم اگه فروش خوبی داشته باشه سود خوبی هم گیر شما بیاد. الان تولید کردی همراهتونه؟ بله. بده ببینم. اینجا نمیشه. مشکلی نداره که همین این کارن دیگه. نه آقا سی آخه اینجا شلوغه. بعد ما اینجور جا اومدیم خطرناکه. همه هستن. بیا یه کاری کنیم. بله. با صدای بلند بگو پلیس کسی از جاش تکون نخوره. آقا سی آخه میدونی فقط بگو. پلیس کسی از جاش تکون نخوره. نه بلندتر بگو. پلیس کسی از جاش تکون نخوره. آقا جان با واژه بلند غریبی میگم بلند بگو دیگه. بله چشم. پلیس کسی از جاش تکون نخوره. میگم داد بزن. پلیس کسی از جاش تکون نخوره. بابا میگم داد بزن. پلیس کسی از جاش تکون نخوره. من که گفتم بهتون. من که بهتون گفتم اینا همه این کارن. فقط چون آپدیت شدن روش‌های جدید اومده. یعنی ما قبل شما میتونستیم فروشنده مواد پیدا کنیم. آره بابا هرچی که دلت بخواد. اینا واسه لاپوشونی کارشونه. بده ببینم چه درست کردی. اینجا؟ نه پاسکا. بده دیگه. بده خب بهش. حالا همه این لافشو میزنه واسه من. واه چه جعبه خوشگله داره. یه دقیقه فهمونو بگی ببینم. فهمونو بگی. یه حرکت ریز بزنم. آقا سی من گفتم اینجا این کارو نکن. آقا سی این کی بیدار میشه؟ زمان خرسه تو آزمایشگاه رو موشا فرق میکنه. نمیدونم رو مورد انسانی چجوریه. بیدار شو. خجالت بکش مثلا مردی تو اگه میمردیم چیکار میکردی؟ داشتی ما رو به کشتن میدادی. آقا دوران بدبختی و بیچارگی اون داره تموم میشه. ما خیلی قراره پولدار بشیم. ببین نیا کن این مواد درجه یکه معرکه است. حسی که از این مواد گرفتم تا حالا از هیچ موادی نگرفته بودم. این مواد بازار رو قبضه میکنه. اسمش چی بود؟ مینوتون. آقا نیا کنید شما تولید کنید مشتریش از من سودش هم 50-50. نه والا ما برنامه‌مون این نیست. ما فکر نیا کن سودش 60-40 شما مواد اولیش هم از من. قبوله؟ آقا اسی ما اصلا نمیخوایم وارد این کار بشیم. ما میخوایم از ایران خارج شیم. به خاطر همینم به یه پول گنده ای نیاز داریم. الانم فقط میخوایم یه بار این کارو انجام بدیم و خلاص. سیاسی میاسی داره؟ نه آقا سیاسی چیه؟ لنگ چقدرید؟ حدود 600 تومن. یه دقیقه وایس الان میام. چی شد یهو؟ نمیدونم. الو سلام علیکم. خیلی مخلصی. داره چیکار میکنه؟ نمیدونم دیگه. منم نمیدونم.
داره میاد. ببین من به یکی زنگ زدم، داداش یکی از این کله گنداست. با کلی وعده و وعید خرش کردم. فقط خدا کنه بتونه برامون کاری کنه. براتون تعریف میکنم تو راه. من تو نقشه این بازار کفخوابم. یه جوری زیر پونت حساب میشم. جنس هم از اون دلالایی میگیرم که اونام خودشون واسه تامین جنسشون از کسی دیگه میگیرن. یکی از اون کله گندا اسمش مرداویچه. چی؟ مرداویچ. ازش یه خبر جدید دارم. با یکی از این کله گنده‌های کشور خلیج فارس رفته معامله میلیاردی بکنه. بعد مامورا ریختن آشپزخونه‌شو یه پاکسازی اساسی کردن. بگم یکی اونو لو داده. می‌خواستن حذفش کنن. الان هم در به در دنبال اینه که جنسش رو جفت و جور کنه تا این موقعیت جنوبش رو دست نده. ولی اخلاقش خیلی گوهه. خیلی. سر خیلی رو زیر آب کرد تا به اینجا برسه. آخرین نفرم برادر زنش بود. رابطش توی ترکیه است. میفهمه بهش خیانت کردن. بهش زنگ میزنه میگه بیا ایران کارت دارم. چی کارش داشت؟ کشتش. اینم که الان بهش زنگ زدم دست راست و برادر مرداویچه. ساسان ونگوک. ونگوگ؟ چرا ونگوگ؟ نمیدونم، حرف و حدیث زیاده. این ساسان وقتی رو مواد میفته بد توهم میزنه. توهمم که میزنه گند و گوه زیادی بالا میاره. آخرین باری که توهم زد فکر میکرد تو گوشش پر سر و صداست. بعد میدونی چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ گوششو برید. آقا اینا چه داستانای عجیب غریبی دارن. آره دیگه، ولی فقط روز سرنوشت سازیه. یکم فقط شانس میخوایم، اینقدر. اگه دعاما و وردنر چیزی بلدید بخونید که الان وقتشه. را بیافت. بله چشم. چاکر آقا، کسی ساسانم خیلی هستیم. زرزر نمی کنی. امروز اعصاب نداره. حرفتو میزنی گم میشی میری بیرون. چرا عصبی؟ تو یه ذره خونسرد باش. قراره کلی با هم همکاری داشته باشی. خفه شو، گوی زیادی نخور. یه دقیقه وایس، داره فوش میده به من. چیکار میکنی؟ چرا وحشی میشی؟ صبر کن. ببین آقا ایسی براش چی آورده. به به، کار دست خودمه. بزن برو فضا. شیرینی همکاریمونه ها. چی شد؟ الو، چیکار کنم؟ میگم مردویش امروز گندم و حرفتو بزن برو گم شو بیرون. باشه چشم. مردویش این همون یارویی که بهتون گفته بودم. بگو میشنوم. حسی. آقا مردوی، شنیدم شما دنبال تولید کننده میگردید. لابد اونم تویی. نه من که نیستم، من مدیر برنامه هاشونم. این که علاوه بابا. آقا مردوی، داداش مربا هویج نداری؟ مربا هویج خیلی بهتره، ویتامین داره. مربا هویج مرتی که خر کی گفت بشین اینجا؟ گفت تو برو بیرون! تو از ست گوهی هستی من بخوام با تو معامله کنم. ساسان این تاپاله رو بنداز بیرون. دیگه هم هر انو گوهی اینجا راه نمیدی. پاشو ببینم، پاشو گم شو برو بیرون. زر نزن، خفه شو. ساسان این کوفتی رو خفش کن. چشم داداش. داری چه گوهی میخوری؟ بی شرف با من لج میکنی؟ من هر کاری دلم بخواد میکنم، به تو هیچ ربطی من تا وقتی زندم همه چیز تو به من ربط داره. نداره. انقدر دلم میخواست میریختن میگرفتن میکشیدن بالای دار، منم با لذت جون دادن تو نگاه میکنم. خفه شو زنی که مگه من چیکارت کردم اینجوری زرزر میکنی؟ تو کاری نکردی. نه تو کاری نکردی. میگم نه، چه مرگته؟ حیف داداشم، حیف داداشم. الان تو باید بیرون خبر کنی جای اون خوابیده بود. بازم پای اونه کشیدی وسط. لعنتی 1000 بار گفتم یه اتفاق بود، اونم تقصیر خودش بود. همین روزا نوبت تو هم میشه. این دفعه ریختن آشپزخونه‌تو جمع کردن، قصر در رفت. دفعه دیگه وایسا ببینم تو از کجا میدونستی من روز اونجا؟ نکنه تو اونجا رو لو دادی؟ آره، کار من بود. خوب کردم. من کاری واسه زمین زدنت میکنم. دیگه دارم به تیم آخر.
منو میخواستی بفرستی برای دار. آره اون داداش لاشیتم من کشتم. یه کوفتی بدید من بزنم، حالم خوش نیست. چیکار کردی؟ هیچی. مردویچ کن. ساسان الان برمیگرده. داداش ساسان این نشگیش همین الان برمیگرده. میگم چی بهش دادی حروم زاده؟ چی بهش دادی؟ یه دقیقه صبر کن. چرا اینطوری شد؟ داد نزن. میگم چی بهش دادی؟ کثافت حروم زاده چی بهش دادی؟ اینو تو ولش کن. اینو تو چه اسم عجیبی. اسی با ما تماس گرفت و گفت مردویچ یه فرصت به ما داده. 100 کیلو، باشه 400 میلیون، 900 تا 550 تا، جان آمرده جا نداره. 850 تا. یک کلام 700 تا. بحثم نکن. نه حرف من نه حرف شما. 750 تمام. لعنتی. باشه ولی تا هفته دیگه، یعنی امروز چند شنبه است؟ چهارشنبه 12 ظهر. 1 ساعت دیر کنی قرار کنسله. ما بهش توضیح دادیم که این کار غیر ممکنه، چون نه جایی داریم برای تولید نه لوازمشو. حتی اگر همه اینا مهیا باشه غیر ممکنه که تو این زمان کم بشه به این حجم رسید. ولی اون گفت فکر همه جاشو کرده. این کلا 20 کیلو هم نشد. مطمئنی؟ فکر میکنم باید زنگ بزنیم کنسلش کنیم. حله. اسی ناخالصی. این کلمه یه دفعه عین پتک خورد تو سرم. اون موقع که اومده بودن کمکمون، مشتریاش یه داستانایی از گندکاریاش تعریف میکردن. میگفتن عادتشه که هرچی دستش میاد یه آشغالی رو قاطیش میکنه. برای همینم جنسش از همه ارزونتره و دیگه هر کی کارش خیلی گیره میره سراغش واسه خرید.
خوب میشد تصور کرد که چه بلایی سر مشتریای اسی میاد. ساسان تویی؟ ای وای ساسان چیزه ببینی کن هیچ اتفاق نیفتاده، همه رو برات ریز بریز توضیح میدم. میخوای نام به قاربت نشون بدم؟ الان اینجا نیا کن. آرمان بیا اینجا. آرمان دیدی که اینا هاشن نیا کن. چیزه نیا کن تو اون اتاق رو پول و مواده همش مال تو. زد دیوونه. اشکال نره. خب نکن الان ما 2 نفر وجود تو میگیره. تمومش کن. الان که تا اینجا اومدیم راه برگشتی نیست. من آدم خرافاتی نیستم ولی ترس باعث میشه انسان هر داستانی رو هر چقدر بعید باور کنه. حتی نفرین مینوتوم، این خدای فراموش شده. من این نامه رو مینویسم تا در صورتی که اتفاقی برای ما افتاد برسه به دست خانواده هامون و پلیس تا بدونن چه اتفاقی برای ما افتاده.